فرارسیدن 19 جدی، تکرار فاجعه المناک و خونینی که باعث کشتار دست جمعی بیش از 300 انسان بیگناه، مظلوم و بی‌دفاع یکاولنگ شد را حضور شما گرامیان و بخصوص خانواده های داغدار این شهدا تسلیت عرض می‌دارم. مثل قرص آفتاب بر همه روشن است که امروز 14مین سالگردی تراشیدی یکاولنگ است. یکاولنگ خون می‌گیرد، یکاولنگ خونین است. امروز سالروزی تیربارانها و رگبارهای دست جمعی انسانها و پاره‌های تن من است. طالبان بیرحم آن انسانهای قسیء القلب هجوم آوردند، وحشت خلق کردند، همه را از گوشه گوشه این خاک جمع کردند. آنهایی که نیرو نداشتند، پیر و کهنسال بودند را جدا کردند، اما جوانان را، مردان را با دستار یا لنگی‌هایشان بستند، اما بیرحمانه تیرباران کردند. طالبان یک نسل را از بین بردند. سپس خانه ها را، منبرها را، مسجدها را، دکانها را و دارایی های مردم را حریق کردند، به یغما بردند و چپاول کردند. جنگ های تنظیمی افغانستان را بیداد نمودند. من 6 شهید دارم از جنگ تنظیمی، به شدت از گروه گرایی متنفرم. بناهن بعد از اینکه طالب وارد جغرافیای سیاسی یکاولنگ گردید، وضعیت را ترور اعلام نمودند. وضعیت را ترور اعلام کرد. گروه آتش نفس طالب بیش از 300 تن را به قتل. به نمایندگی انجمن اجتماعی دادخواهان افغان بر تمام بازمانده های قربانیان و شهدای یکاولنگ تسلیت عرض می کنم و همچنان تشکر می کنم که بر من وقت دادن بیایید در این محفل شرکت کنم تا شریک غمهای شما شوم و همچنان صدایتان به گوش جهانیان برسانم که در یکاولنگ چه جنایت صورت گرفته. انجمن اجتماعی دادخواهان افغان در سال 1386 توسط جمعی از فامیل‌های قربانیان تأسیس شده که از امون روز تا حال به خاطر تقویه و افشای جنایتکاران راهپیمایی داشته، نمایشگاه حکس در قصر دارالمان و کنار جاده های کابل و ولایات داشته و محافل مختلفی را برگزار کرده. چون تمام ملت ما و حتی سنگ و چوب کشور ما میفهمه که در افغانستان در 4 دهه گذشته چقدر جنایت صورت گرفته و متاسفانه جنایتکارا در پست‌های بلند دولتی هستند و به شکل از اشکال از طرف کشورهای مختلف حمایت میشن. هموطنان عزیز، اگر آغاز بدبختی ملت سیاه روز خود از کودتای 7 سال 1357 بگیریم که اینا به کمک روس نوکرایش خلق پرچم کودتا کردن، قدرت به دست گرفتن و تعداد زیاد از هموطنان ما را مخصوصا روشنفکران را قتل عام کردند. با اینکه جنایتکاران تلاش میکنند که به هر شکل باشه جنایات خود پنهان کنند، حتی قانون عفو را پاس کردند، ولی باز هم در دوره خود همین باندای خلق پرچم لیست 12,000 از قتل عام ملت ما را به نشر رساندند و سال گذشته در سنبله سال گذشته لیست مرگ 5,000 از هموطنان ما را توسط کشور هالند به نشر رسید که یک بار دیگر غم عزیزای ما را بر ما تازه کرد. بعد از اینکه دولت 8 ثوریا سقوط میکنه، دولت طالبان قدرت به دست میگیره که کلگی میفهمه که بربریت و رذالت و جنایت از اینا در مقابل مردم ما کم نبوده. زمینای شمالی را، خانه های شمالی را سوختاندن، در مزار رفتن قتل عام کردن، دست و پای مردم قطع کردن، استادیوم کابل به کشتارگاه تبدیل کرده بودن.
مانع رفتن زنها به مکاتب شده بودند. همین یک اولنگ یکی از جایی است که نشانی از بربریت و جنایت طالباست که در نزده جدی 1379 در حدود بیشتر از 300 هموطن مورد ایجاب بیگناه قتل عام کردند بدون از اینکه اینا کدام جرم داشته باشند. سال گذشته بر اولین بار بود که من یک اولنگ آمده بودم. وقتی که من رفتم یک تعداد از فامیلای امی شهدا را ملاقات کردم، دیدم از چهره های از آدم میفهمید که اینا درد پسرها و برادرها و شوهر خود و دیگه عزیزای خود دارن. حتی از چهره های از اینا آدم درک میکرد این مسئله را. من مادر میردی را دیدم. قهرمانی مادر میرلی در چهره مادرش دیده میشد، دردی که مادر میرلی داشت در چهرهش دیده میشد. پس هموطنای عزیز، تا چه زمانه ما شما سکوت باشیم؟ تا چه زمانه بگذاریم که کسایی که جنایت میکنند در بین ما تفرقه بیندازند به نام ازبک، هزاره، سعید، تاجک، پشتون بازم به جنایت خود ادامه بدن؟ و او کسایی که خود تیکدار اقوام میدانند اونا بیشترین جنایت به قوم خود و به ملیت خود میکنند. بیایید ما شما هم صدا شویم، هم دست شویم، نگذاریم که جنایتکارا به جنایت خود ادامه بدن و اینا رو به محکمه بکشانیم. فقط این وظیفه ما و شماست. وقتی که از دوره طالبا یاد کنیم، از دوره سیاهی از اونا، موی در بدن انسان استاد میشه، چون بسیار جنایت کردن. هم در یک اولنگ هم در تمام کشور جنایت کردن، هنوز هم به جنایت خود ادامه میدن، انتحاری میکنن، مردم در ولایات مختلف میکشن، جوانایش هم میکشن. به خاطر امی که دیگه جنایت نکنن، امیش کوشش میکنه دولت که با این گذشته سیاهی کیا دارن، میگن بیایی یا در دولت سهیم شون و با عقد و ادای دموکرات بودن به مو جنایت خود ادامه میدن. مسئله ای که دمی 14 سال زیاد مد شده جارچیای امریکاست که بعضی مسائل بسیار جار میزنن، از جمله مسئله انتخابات که با شعار عوام فریبانه که رأی شما آینده شما به چشم ملت ما یک بار دیگه اینا خاک پاشیدن. دیدیم که جان کری آمد و دولت تشکیل داد. رأی ما و شما مثال قبل هم گفته بودم که مفهوم ندارد، اون بادرشان می و دولت تشکیل میدن. مسئله دیگه که زیاد رواج شده بود امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان بود. میگفتن امی جارچیایشان و مبلغین امریکا میگفت اگه این پیمان امضا شود دیگه افغانستان از لحاظ امنیتی گل و گلزار است، دیگه هیچ نوع ما بی امنیتی را نمیبینیم. ولی انجمن اجتماعی دادخانه افغان و جمع از روشنفکرای آگاه همیش گفته بود که امضای این سند فقط فروش افغانستان مطرح است. دیدیم وقتی که همین سند امضا شد عملات پاکستان در کنر زیاد شد، انتحاری در کابل و ولایات زیاد شده رفت، تعداد زیاد هموطنای ما را جانشانه گرفت. حکومت جدید هم وقتی که روی کار آمد هیچ تغییر در زندگی ملت ما نآورد. فقر افزایش پیدا کرد، تجاوز در زنها و کودکها زیاد شده رفت، بیکاری، ناامنی، عملات انتحاری روز به روز افزایش پیدا کرده. حتی اینا تصمیم دارند که یک مرکز طالب سازی را در تپه مرنجان در کابل ایجاد کنند که او طالبا بازم بیا انتحاری کنند، بازم بیا قتل عام کنند، بازم بیا جنایت کنند. وقتی که امریکا در افغانستان یورش آورد فقط با کسایی که جنایتکار بود با او همدست شد. به نام شعاری که من مبارزه میکنم علیه تروریسم، حقوق زن میارم، ولی در 14 سال دیدیم که چقدر خودش مرتکب جنایات شده. در ولایات مختلفی رفته بمبارد کرده، مردم شهید ساخته. پس خواهر و برادرای عزیز، تا چی وقت ما شما خاموش باشیم؟ بیاییم که دست به دست هم بدیم، هم صدا شویم، نگذاریم که جنایتکارا به جنایت خود ادامه بدن. بیاییم که از پدرها و نیاکانای خود بیاموزیم که اونا چطور جان شیرین خود به خاطر آزادی و دموکراسی فدا کردن. بیاییم که از زنها و مردای شجاع کوبانی یاد بگیریم که چطور مبارزه میکنن.
من یک بار دیگه تکرار میکنم که هیچ کشوری هیچ نیروی نمیایه به ما شما آزادی را نمیاره، به ما شما نمیایه آرامش را نمیاره تا زمانی که ما شما خود ما متحد نشیم، هم صدا نشیم. و امید چنین روزی که دیگه ما قتل عامی نداشته باشیم، جنایتکارا در قدرت نباشن، اونها را به محکمه بکشانیم. تشکر از کلیتان.